سلام، امروز میخوایم یاد بگیریم 6 مورد برای داشتن یک صبح و در نتیجه یک روز عالی. 1. سکوت. 2. جملات مثبت. 3. ورزش. 4. تصویرسازی. 5. نوشتن. 6. مطالعه. معرفی این قسمت. موضوع این ویدیو را از کتاب صبح جادویی اثر هال الرود انتخاب کردم که 6 مورد برای داشتن یک صبح جادویی و یک روز پر انرژی را به همراه مثال و نکات آن برای شما عزیزان توضیح خواهم داد. دومین قسمت از این کتاب از مجموعه موفقیت رو با هم بررسی می‌کنیم. 1. سکوت. چند دقیقه به سکوت اختصاص دهید. تمامی عواملی که حواستان را پرت می‌کنند از جمله گوشی رو کنار بگذارید. چشمانتان را ببندید و تمرکز خود را بر روی تنفستان قرار دهید. سعی کنید تمام افکار مزاحم را فقط تماشا کنید و با آن یکی نشوید. 2. جملات تأکیدی و مثبت. با توجه به هدف خود چند جمله تأکیدی و مثبت به خود بگویید و آنها را چندین بار تکرار کنید تا انرژی و انگیزه به دست آورید. مثال: من امروز موفق خواهم شد. من یک فرد با استعداد هستم. من فرد شادی هستم. من شایسته بهترین ها هستم. و مواردی دیگری که خودتان اضافه کنید. 3. حرکت و ورزش. چند حرکت کششی و یا حرکت هایی که بتوانید انجام دهید، مثل حرکت دادن دست‌ها به جهات مختلف، حرکت اسکوات، دراز و نشست و حرکت پروانه را انتخاب کنید و چند دقیقه انجام دهید. این کار باعث می شود جریان خون بیشتر شود و انرژی شما نیز بیشتر خواهد شد. 4. تصویرسازی. دوست داری به چه هدفی برسی؟ آن هدف رو در ذهنت تصور کن، سپس خودت رو ببین که به اون هدف دست پیدا کردی و همان انرژی و حس و حالی را بگیر که اگر واقعاً به آن هدف رسیده بودی داشتی. مثال: فرض کن در محل کار قراره یک پروژه رو با خلاقیت به انجام برسونی. حالا خودت رو تصور کن که به آن دست پیدا کردی و همه رو متعجب ساختی و همه تو رو تشویق میکنن و تو پر از احساس شادی و خوشبختی و کارآمد بودن میکنی. 5. نوشتن. یک کاغذ بردار و تمامی استعدادها و داشته‌ها و مهارت‌هایت را بنویس و به خاطر آن شکرگزار باش. و بعد اهدافی و ایده‌هایی رو که می‌خوای به آن دست پیدا کنی بنویس و برای آن برنامه‌ریزی کن. مورد دیگر این که میتونی از فعالیت‌های روزانه خود نیز یادداشت برداری تا بعداً به آنها مراجعه کرده و نقاط قوت و ضعف را شناسایی و آن را بهبود ببخشی. 6. مطالعه. چند دقیقه هرچند خیلی کم به مطالعه کتاب توسعه فردی یا هر زمینه‌ای که می‌خوای در آن پیشرفت کنی اختصاص بده. این کار باعث میشه راهکارهای جدید موفقیت رو که سالها شخصی زحمت کشیده تا به دست آورد تو یاد بگیری و پس از مدتی کلی مطلب بلدی که باید آنها رو در زندگی به کار ببندی تا پیشرفت کنی. نتیجه: تمامی این 6 مورد در ایجاد انگیزه و حس مثبت در ما مؤثر هستند و باعث میشوند که انرژی لازم برای روز را به دست بیاوریم، به شرط آنکه هر روز رعایت شوند. در این صورت بعد از مدتی خودتان پیشرفت را مشاهده خواهید کرد. خیلی ممنونم از اینکه با من همراه بودید و امید اینکه به بهترین نسخه خودتون دست پیدا کنید. اگر دوست داشتید کانال ما رو سابسکرایب کنید و لایک و نظر رو فراموش نکنید.